افسانه خلق تاجیک لک و پک. بود نبود یک لک و یک پک بود. آنها زن و شوهر بودند. لک و پک دختری دوسترویی داشتند. حسنش رسا ولی عقلش نارسا بود. زیبایی دختر به دور و نزدیک آوازه شد و به خانه لک و پک خواستگار آمد. دخترم، گفت لک، به تو خواستگار آمد. رفته آب بیار. زود باش که خواستگارها دختری به دست و پا بوده است، گفته تو رو خوش کنند. دختر کوزه را گرفته دویده به لب حوض رفت و کوزه را پوری آب کرده به فکر رفت که رود و خواستگارها مرا خوش کنند، توی و تماشا شود، بعد پسر دار شوم. پسرچه‌ام کلانک شود و از دستش داشته به خانه پدر و مادرم به مهمانی بیایم. مادرم، جانی بیبی، کلانک شدی، دستیارک شدی، رفته آب بیار چای کنیم. گفته به دستش کوزچه دهد و به لب حوض روان کند. بچه یکم بیاید و از حوض آب گرفتنی شود و پایش لغزیده به حوض غلطد و غرق شود. بعد من چی کار میکنم؟ به شوهرم چی جواب میدیم؟ وای بر حال منه، رویم سیاه. گفت و داد و فریاد برداشته به گریه در آمد. مادر منتظر دختر و خواستگاران منتظر چای. پک بر روی حولی برآمد و آواز برآورد. لک، هوی لک، جانی پک، این دخترمان برای آب رفته بود، بیرو ببین چرا دیر کرد، خوب شده است. لک به لب حوض رفت، دید که دختر آبی دیدهش 6 قطار گریه می کند. ها دخترم، چی شد به تو؟ برای چی گریه کرده نشسته ای؟ پرسید لک. ای مادر جان، من گریه نکنم کی گریه کند؟ جواب داد دختر. آب گرفته ایستاده فکر کردم که رود و خواستگارها مرا خوش کنند، توی و تماشا شود، پسر دار شوم، پسرم کلان شود و از دستش داشته به خانه شما مهمانی بیایم. شما جانی بیبی کلانک شدی، دستیار شدی، رفته آب بیار چای کنیم. گفته به دستش کوزچه دهید و به لب حوض روان کنید. بچه یکم بیاید و از حوض آب گرفتنی شود، ناگاه پایش لغزیده در حوض غلطد و غرق شود. بعد من چی کار میکنم؟ به شوهرم چی جواب میدهم؟ وای بر حال منه، رویم سیاه میشود. به همین عقل رسایت مادرت قربان شود. گفته لک به پهلوی دخترش نشست و گریان شد. پک یک دم نگاه کرد، دو دم نگاه کرد، از دخترش درک نشد. خیست و به لب حوض آمد دید که مادر و دختر در لب حوض زار زار گریه کرده نشسته اند. لک، هوی لک، جانی پک، چی شد که مادر و دختر این خیل زار زار گریه کرده نشسته اید؟ آی جانی پکه، گفت لک، ما گریه نکنیم کی گریه کند؟ گوش کنید این دختری با عقل ما چی میگوید؟ چی میگوید لک؟ حیران شد پک. میگوید که رود و خواستگارها او را خوش کنند و توی و تماشا شود، پسر دار شود، پسرش کلان شود و از دستش داشته به خانه ما به مهمانی بیایند. من جانی بیبی کلانک شدی، دستیار شدی، رفته آب بیار
چای کنیم گفته به دستش. کوزچه داده به لب حوض روان کنم. بچه بیاید و از حوض آب گرفتنی شود. ناگاه پایش لغزیده در حوض افتد و غرق شود. بعد من چی میکنم؟ به شوهرم چی جواب بدهم؟ وای بر حال منه، رویم سیاه شده، 6 قطار آبی دیده ریخته گریه کرده نشسته است. همین پدرکت صدقه عقل رسای تو شود، گفته پک هم در پهلوی زن و دخترش نشسته به گریه در آمد. لک و پک و دختر آنچنان بلند نوحه و گریه می کردند که خواستگارها شنیده حیران و خواتیر به لب حوض آمدند. آمده دیدند که صاحبان خانه زن و شوهر و دختر آب دیده ریخته نشستند. چه گپ شد؟ چرا شما گریه میکنید؟ پرسیدند آنها. لک های لک، جانی پک، با اینها گپی دخترمون رو بگوی. ما گریه نکنیم که گریه کند، گفت لک. گوش کنید این دختری با عقل ما چی میگوید. دخترتون چی میگوید لک؟ پرسیدند خواستگارها. میگوید که رود و خواستگارها او را خوش کنند، توی و تماشا شود، پسردار شود، پسرش کلان شود و از دستش داشته به خانه ما به مهمانی بیاید و من جانی بیبی کلانک شدی، دستیارک شدی، رفته آب بیار چای کنیم، گفته به دستش کوزچه داده به لبی حوض روان کنم. بچهش بیاید و از حوض آب گرفتنی شود. ناگاه پایش لغزیده به حوض افتد و غرق شود. بعد وی چی کار میکند؟ به شوهرش چی جواب میدهد؟ خواستگارها این گپ را شنیده وای وای، عقل این دختر مثل حسنش رسا بوده است، گفته توی کردند و دختر را بردند. لک های لک، جانی پک، به دخترمون زیغ شدیم کو؟ آهی سرد از دلی پر درد کشید پک. خیر رفته خبر گیریم چی؟ گفت لک. شما رفته کمتر روغن بیارید، من یک طبق سمبوسه میپزم. دخترمون سمبوسه رو یاد کردگیست. پک یک پیاله گرفته پیش روغن فروش رفت. روغن فروش یک قداق روغن چین کرده به پیاله پک انداخت که یک قدر روغن زیادتی کرد. کمکک حقتان موند، این رو چکار کنم؟ پرسید روغن فروش. منم به اینجا اندازید، گفته پک پیاله رو چپه کرده پشتش را داشت. روغن فروش بقیه روغن را به پشتی پیاله ریخت. پک آورده به دستی زنش داد. پک های پک، این روغن کم کو؟ گفت زنش. به سمبوسه نمی رسد. کم نی عزیزکم، در درون پیاله هم هست. لک پیاله را راست کرده درونش را دیدنی شد که روغنی در پشت پیاله بوده هم ریخت. از بس که بی روغن سمبوسه هم نمی شود، لک و پک دور و دراز مصلحت کرده قرار دادند که یک رویمال نان گرم پخته برند. لک خمیر کرد و خوابانده به پک گفت شما تنور را تفسانید، خمیر که رسد من نان را به تنور می چسبانم. پک به حولی برآمد و هیزم شکسته خواست به تنور انداخته درگیراند. دید که درون تنور تصفیدگی بر این صبح سرخ، شعله آفتاب به درون تنور زده آن را تفسانیدگی بر این کرده است. این خودش
تفسیدگی کو؟ فکر کرد پک. راه در پیش تا نان بستنی لک کمی خوب کنم. همین خیل فکر کرد و روی صوفه زیر توت در راست کشیده به حضور خواب کرد. لک نان راست کرده پیش تنور آورد. دید تنور صبح سرخ. به تنور نان چسبانیده منتظری پختنش شد. 1 ساعت نگاه کرد، 2 ساعت نگاه کرد. هیچ نیکی نان سرخ شود. پک از خواب سیر شده خیست پیشش آمد. لک، های لک، جانی پک، نانت سرخ نشد؟ نه، چه کار کنیم؟ پرسید پک. همین تنور رو کنده به کتفمون برداشته بریم، نان در راه میپزد. همین خیل کردند. یک زمان خویشاوندان داماد دیدند که پدر و مادری کیلینشان یک تنور کلان در پشت آمده ایستادند. دویده برآمده تنوری پر از خمیر را از کتف آنها گرفته به یک سو ماندند و خودشان را با عزت و حرمت به خانه درآورده آب و ضیافت دادند. شب شد. برای لک و پک جایگهی بلند انداختند. جانکم به دیوارهای خانه درست نگاه کن، چند جا کفیدگی. از جایهای کفیدگی شعله ماهتاب در آمده است. گفت پک. خشک شده کفیده است. بیچاره دخترمان عقلش نرسیده است که آنها را روغن کند. گفت لک. این دخترمان عقلش به همه چیز میرسد. وی فکر کرده است که ما پدر و مادرش از راه دور آمدیم، سر و رویمان را چنگ زیر کرده است. بنابراین خواسته است که آب بازی کنیم. انا بین در 2 خوم کلان آب تیار کرده مانده است. بیا آب بازی کنیم خرسند شود. گفت لک. به عقل دخترمان جانم فدا، آب بازی کنیم خرسند می شود. گفت پک. لک و پک خمها را برداشته پیشی تشناب آورده آب بازی کردند. عجب آبی شیرین. گفت لک. لک و پک آب بازی کردند و در آمده خواب رفتند. سحر شد. آفتاب برآمد. صاحبان خانه بالای صوفه روی حولی قالینی پددار و کرپچه های ملایم پرتافته دسترخوان گسترده چای آورده ماندند. 1 دم نشستند، 2 دم نشستند. 1 ساعت گذشت. هیچ نیکی مهمانان از خواب خسته بیرون برآیند. با اینها چی شده باشد؟ گفته رفته دیدند که لک و پک و کرپچه ها چسبیده در مانده اند. چنان سخت چسبیده اند که جنبیده نمی توانند. در بالایشان زنبورها پرواز می کنند. صاحبان خانه حیران شدند و بعد فهمیدند که مهمانانشان آب گفته از سرشان شیرینی ریختند. لک و پک را یک علاج کرده از کرپچه ها کنده گرفتند و آب گرم کرده آب بازی دارانده خوش کنانده به خانهشان گسیل کردند. از این واقعه چند روز و چند هفته گذشت. 1 روز دختری لک و پک در حولی شوهرشان تنها ماند. پگاهی از جایش خسته و دست و روشویی خودش خوشش نآمد و دستی ناشسته و خوراکخوری سر کرد. همین لحظه گوساله سرش را از درون آغیل برآورده با گفت: آه، این گوساله بدبخت
روی ناشسته خوراک خوردن مرا فهمید. اکنون به همه بگوید من شرمنده شدم. گفت و به سوی خانه پدر و مادرش دوید. همین که به خانه پدر و مادرش رسید واقعه را گفت. لک هوی لک جانی پک، در حقیقت کاری خوب نشده است. گفت پک علاج یافتن در کار. لک و پک مصلحت کردند و دخترشان را پیش انداخته به قاضی خانه آمده واقعه را نقل کردند. از قاضی خواهش کردند کسی که این سیر را آوازه کند به وی جزا بدهد. این کار از دست یک خود من نمی آید. گفت قاضی به لک و پک من در شهر من کنم هم در مملکت من کرده نمی توانم. به پیش پادشاه روید، تنها او می تواند در تمام مملکت این سیر را معن کند. لک و پک دخترشان را پیش انداخته به پیش پادشاه رفتند. پادشاه عرضی لک و پک را شنیده فرمان برآورد که روی ناشسته خوراک خوردن دختری لک و پک آوازه کرده نشود. جارچی ها شهر به شهر و دهه به دهه گشته فرمان پادشاه را اعلان کردند. در یک مملکت کلان از 7 تا 70 ساله از سیر دختری لک و پک خبر یافتند. لک و پک تا حال باوری دارند که سیر دخترشان به کسی آشکار نشده است. آره چنین ساده ها در دنیا کم نیستند. شما مثل لک و پک ساده نشوید. در همین جا افسانه ما به پایان رسید. شاد و فیروز باشید.